سوالات انرژی جنبشی رو با هم بررسی کنیم. 3 تا تیپ اصلی سوال از این قسمت میتونه بیاد. اولین حالت در مورد فرمول اصلیه که میتونه انرژی جنبشی مجهول باشه یا جرم مجهول باشه و یا تندی. حالت دوم برای مقایسه 2 جسم میتونه باشه یا بگن یک جسم رو در 2 حالت بررسی کنید. یعنی اگه یک جسم باشه جرمشون با هم برابره. شما جرم رو دیگه میتونید در نظر نگیرید. در حالت سوم میتونه درصد تغییرات انرژی جنبشی رو بخواد ازت. سوال اول چی گفته؟ گفته سنگی به جرم 150 گرم با تندی 72 کیلومتر بر ساعت به شیشه برخورد میکنه. انرژی جنبشی این سنگ چند ژول هستش؟ اولین کاری که میکنید میاد اطلاعات مسئله رو مینویسید. با توجه به اینکه جرم باید بر حسب کیلوگرم و تندی باید بر حسب متر بر ثانیه باشه اینا رو تبدیل میکنیم. پس جرم رو تقسیم بر 1000 میکنیم میشه 15 صدم کیلوگرم و تندی رو تقسیم بر 3.6 میکنیم میشه 20 متر بر ثانیه. کافیه بیایم داخل فرمول جایگذاری کنیم. جرم رو داریم، تندی رو هم داریم. برای محاسباتش کافیه 20 به توان 2 میشه 400 با 2 ساده بشه که میشه 200. حالا 15 صدم ضرب در 200 ما میدونیم 15 ضرب در 2 میشه 30. 2 تا هم 0 200 و 2 تا هم اشار 15 صدم که میشه 30 ژول. سوال بعدی چی گفته؟ گفته انرژی جنبشی جسم آ 2 برابر انرژی جنبشی جسم بیه. پس میگیم کای آ 2 تا کای بیه و جرم آ نصف جرم بیه. پس ام آ 1/2 ام بیه. تندی جسم آ چند برابر تندی جسم بیه؟ یعنی وی آ چند برابر با وی بی میشه. خب چی کار میکنیم؟ با توجه به فرمول مقایسه‌ای که گفتیم برای 2 تا جسم یا یک جسم در 2 حالت، اینجا برای 2 تا جسمه. انرژی جنبشی جسم دومی به انرژی جنبشی جسم اولی برابر با جرم دومی به جرم اولی ضرب در دوباره وی دومی به وی اولی به توان 2. فقط کافیه که بیاین جایگذاری کنید. انرژی جنبشی جسم بی رو نداریم پس خودش رو می نویسیم. انرژی جنبشی جسم آ 2 برابر بیه پس می نویسیم 2 تا کای بی برابر با جرم بی رو هم نداریم پس خودش رو می نویسیم. جرم آ نصف جرم بی بود پس می نویسیم 1/2 جرم بی ضرب در تندی دومی و اولی رو کلا نداریم خودشون رو می نویسیم. تموم. شما کای بی با کای بی می زنید جرم دومی رو هم می زنید میمونه 1 به روی 2 برابر با 1 به روی 1/2 ضرب در V2 به V1 به توان 2. یا اولین کاری که میتونید بکنید اینه که یه دور در دور نزدیک در نزدیک که بزنید میشه 1/2 برابر با 2 تا V2 به V1 به توان 2. در نتیجه میشه V2 به V1 به توان 2 برابر با معلوم که همون 1/2 تقسیم بر ضریب مجهول که 2. اینجا دوباره دور در دور نزدیک در نزدیک بکنید میشه 1/4. جذر که بگیرید از هر دو طرف جذر میگیریم در نتیجه نسبت V2 به V1 برابر میشه با جذر 1/4 که میشه 1/2. در نتیجه دارید میبینید تندی جسم آ 2 برابر تندی جسم بیه. خوب به این سوال دقت کنید. این هم در مورد مقایسه انرژی جنبشی هستش ولی برای یک جسمه، یعنی یک جسم رو در 2 حالت بررسی میکنیم. سوال گفته تندی جسمی 5 متر بر ثانیه افزایش پیدا میکنه. نگفته 5 برابر میشه. یعنی چی؟ تندی 5 متر افزایش پیدا میکنه یعنی تندی دومی میشه تندی اولی به علاوه 5 و گفته انرژی جنبشیش 9/4 برابر میشه یعنی کای 2 9/4 برابر کای 1 و از ما تندی اولیه جسم رو میخواد. باز هم از همون فرمول مقایسه استفاده میکنیم که برابر با K2 به K1 برابر با M2 به M1 ضرب در V2 به V1 به توان 2. این 1 و 2 برای یک جسم در 2 حالته پس ما میتونیم جرمش رو در نظر نگیریم چون مربوط به یک جسمه. K2 گفته 9/4 برابر K1 پس به جای K2 میذاریم 9/4 K1. K1 رو هم که نداریم برابر با V2
دو گفته سرعت 5 متر زیاد شده، پس V2 شده بود V1 به علاوه 5. تندی اولیه رو هم که نداریم، به توان 2 کای 1 با کای 1 میره، در نتیجه میمونه 9/4 برابر با V1 به علاوه 5 به روی V1 به توان 2. کافیه از دو طرف جذر بگیریم. وقتی از هر دو طرف جذر بگیریم 9/4 جذر 9 میشه 3، جذر 4 هم میشه 2 و از اون برم که توانش میره، پس میشه V1 به علاوه 5 به روی V1. مرحله آخر یه طرفین وسطین میکنیم و میشه 3 تا V1 برابر با 2 تا V1 به علاوه 10. این 2 هم در V1 ضرب میشه هم در 5. V1 ها رو میاریم یه سمت، 3 تا V1 منهای 2 تا V1 برابر با 10. در نتیجه V1 مون برابر میشه با 10 متر بر ثانیه. حالت سوم مسائل انرژی جنبشی میشه درصد تغییراتش، درصد تغییرات انرژی جنبشی. حالا سوال چی گفته؟ گفته تندی گلوله از 20 به 22 برسه انرژی جنبشی چند درصد زیاد میشه؟ خب تندی گلوله رو گفته از 20 به 22، یعنی تندی اولیش 20 بوده و تندی دومی 22. چند درصد انرژی جنبشی زیاد شده؟ خب فرمول درصد تغییرات چی میشه؟ میشه تغییرات انرژی جنبشی به تغییرات اولیه ضرب در 100. خب تغییرات انرژی جنبشی یعنی چی؟ این یعنی کای 2 منهای کای 1. کای 1 هم سر جاشه، پس میگیم کای 2 منهای کای 1 به کای 1 ضرب در 100. خب ما الان کای 1 و 2 رو نداریم، چی کار میکنیم؟ ولی از طریق فرمول مقایسه میتونیم کای 2 به کای 1 برابر با M2 به M1 ضرب در V2 به V1 به توان 2. چون مربوط به یک جسم جرمش میره، نتیجه میشه K2 به K1 مساویه با V2 به V1 به توان 2. خب K2 به K1 برابر با V2 رو داریم 22، V1 رو داریم 20 به توان 2. 22 و 20 به 2 ساده بشن، 22 میشه 11، 20 میشه 10. در نتیجه K2 به K1 برابر به 11 به روی 10 به توان 2. خب باز هم میگیم K2 به K1 برابر با 11 به توان 2 میشه 121، 10 به توان 2 میشه 100، پس میشه 1/21 صدم. نسبت K2 به K1 شد 1/21. در نتیجه با توجه به اینکه K2 منهای K1 به روی K1 ضرب در 100 میشه درصد تغییرات. شما اگه بیایید بنویسین K2 به روی K1 یعنی مخرج مشترکش رو باز کنید، میشه K1 منهای K1 به روی K1 ضرب در 100، یعنی این دوتا با هم برابرن در واقع، یعنی مخرج مشترکش رو باز کردیم بین دوتا. خب حالا K2 به K1 رو داریم، K2 به K1 شده 1/21، K1 به K1 هم که میشه 1، پس منهای 1 میشه 1/21 صدم منهای 1 میشه 21 صدم. یه ضرب در 100 هم داره، میشه 21%. پس انرژی جنبشی 21% زیاد شده.